سلام بچه ها، اسم من فایر استورمه. خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من در یوتیوب. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور یک خونه خیلی مخفی بسازید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، وسایلی که لازم داریم اینا هستن: یه دونه کامپوستر، یه دونه پیل و یک دونه. حالا ما اول زمین رو میکنیم. حالا من یک بیس پیش‌فرض درست میکنم که مثلا اینجا بشه خونه مخفی ما. خب بچه ها، مثلا اینجا خونه مخفی ماست. حالا برای مخفی کردنش فقط کافیه که شیفت رو بگیریم یا همون بشینیم و یک کامپوستر بذاریم بالاش. به همین راحتی. حالا بیس مخفی ما آماده است. حالا فقط کافیه چیکار کنیم؟ فقط کافیه دقیقا بریم تو کامپوستر. نه اینجوری بالاش بشینیم باید کاملا بریم تو کامپوستر. نگاه کنید اینجوری. حالا فقط کافیه که یک دونه بکاریم. فقط کافیه یک دونه بکاریم. اینجوری میریم توی بیس مخفیمون. در واقع این یک گلیچه که فقط توی ماینکرافت بدراک اتفاق میفته و توی ماینکرافت جاوا همچین گلیچی نداریم. خیلی خوب بچه ها، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنلمون هم سابسکرایب کنید، زنگوله کانالش رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم بیاین و تماشا کنید. پس تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.